نخست وزیر جدید چین هر گونه حملات سایبری به آمریکا را رد کرد و گفت خود چین هدف اصلی این حملات قرار دارد. وهو برتبة نقيب في سرية الاستطلاع في اللواء. دو ژنرال ارتش سوریه در آخرین تحولات آن کشور به مخالفان بشار اسد پیوستند. و دولت جدید اسرائیل به رهبری نتانیاهو رسما شکل گرفت. سلام بر شما بینندگان ارجمند. انوشیروان کنگرلو هستم با بخش خبری شامگاهی صدای آمریکا. نخست به این گزارش توجه فرمایید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید سرانجام موفق شده که رسما دولت آن کشور را تشکیل دهد. حدود 3 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و رهبر حزب راستگرای لیکود با رهبران 2 حزب میانه رو و 1 حزب راستگرای دیگر بر سر تشکیل دولت ائتلافی جدید به توافق رسید. دولت ائتلافی اسرائیل قرار است روز دوشنبه 2 روز پیش از سفر باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سوگند یاد کند. این نخستین دولت اسرائیل پس از دهه هاست که بدون حضور احزاب یهودیان ارتدوکس افراطی تشکیل می شود. و اما اسرائیل و کرانه باختری رود اردن تدارک رسمی خود را برای سفر قریب الوقوع پرزیدنت باراک اوباما به منطقه آغاز کردند. آقای اوباما روز چهارشنبه آینده وارد اسرائیل خواهد شد و قرار است از کلیسای مهد در شهر فلسطینی بیت لحم نیز دیدن کند. در باور مسیحیان این کلیسا زادگاه اصلی عیسی مسیح است. گزارشی در این باره از شیده رضایی. همه جا در اورشلیم نشان از آمادگی مراسم رسمی استقبال دارد. پرچم‌های آمریکا و اسرائیل در کنار هم، افراشته و رو به اهتزاز، و شهر نیز در جنب و جوش است. هتل تاریخی کینگ دیوید محل استقرار اغلب مهمانان برجسته سیاسی است. ساختمان این هتل در سال 1930 ساخته شده و در ابتدا مقر رسمی دولت بریتانیا در دوران قیمومیت آن کشور بر فلسطین بوده. حالا سال‌هاست که اینجا هتل است، با کارکنانی که مهمانان مهم زیادی را میزبانی کردند. ما آشپزخونه رو 24 ساعته و با منوی سفارشی مخصوص دایر نگه می‌داریم و خیلی هم مشتاق اومدن رئیس جمهور آمریکا هستیم. این بار سفر رئیس جمهور آمریکا همزمان با ایام فطیر یا عید پسح یهودیان است. اونها اتاقهای زیادی رو برای اقامت در اینجا رزرو کردن و ما براش آماده ایم. سفر این گروه خیلی نزدیک به عید پسح یا ایام فطریه است و معنیش اینه که ما در این روزها ملاحظات خاص مذهبی حتی راجع به غذاها داریم. معنای محدودیت غذایی در ایام فطیر یعنی خوردن خوراکی هایی که با خمیر ورآمده تهیه می شود ممنوع است. کارکنان شهرداری هم جنب و جوش زیادی دارند. نصب پرچم و پلاکارت های پرستاره به نشان از بازدید سفر رسمی یک مقام عالی رتبه. سفر رئیس جمهور اوباما برای ما واقعا اهمیت ویژه‌ای داره، چون برای ما فقط رئیس جمهور آمریکا نیست، به نظر خیلی ها او رئیس جمهور همه دنیاست و اگه نگاه کنیم ما خودمون رو با شکوه و جلال بیشتری از هر بازدید رسمی دیگری که تا حالا از منطقه ما شده آماده می‌کنیم. اما دغدغه اصلی مسئله تأمین امنیت رئیس جمهور آمریکا و هیئت‌های همراه اوست و برای نیل به این هدف صدها نیروی پلیس به اورشلیم اعزام شدند. پلیس اسرائیل با واحدهای مختلفش شامل پلیس مخفی، پلیس ضد تروریسم و نیروهای انتظامی علنی همگی در آمادگی عملیاتی کامل به سر میبرند. همچنین مشارکت کاملی بین پلیس اسرائیل و نیروهای امنیتی آمریکا برای تأمین امنیت این سفر وجود دارد. انتظار می رود باراک اوباما از شهر فلسطینی بیت لحم در کرانه غربی نیز بازدید کند. از چند روز پیش نیروهای امنیتی در سراسر خیابان‌های منتهی به کلیسای مهد مستقر شدند. این کلیسا یکی از مقدس‌ترین اماکن مذهبی مسیحیان است که در بخش قدیمی شهر بیت لحم قرار گرفته.
مردم و گروه‌های فلسطینی می‌گویند اوباما در این بازدید شاهد خواهد بود که چگونه اسرائیل آنها را از حق اولیه‌شان محروم کرده است. اشاره آنها به محدودیت خطوط پرسرعت اینترنتی و تلفن‌های هوشمند است که از طرف اسرائیلی‌ها به فلسطین تحمیل شده. شیده رضایی، صدای آمریکا. در استودیو آقای مرتضی انواری تحلیلگر سیاسی حضور دارند. با تشکر از شما دکتر انواری. سفر پرزیدنت اوباما به اسرائیل و ساحل غربی روز چهارشنبه آغاز میشه. به نظر شما هدف این نخستین سفر آقای اوباما در مقام ریاست جمهوری چیست؟ سفر آقای اوباما به خاورمیانه به خصوص در اسرائیل چند تا هدف داره. هدف اولش ترمیم روابط تقریبا ناهموار بین آمریکا و اسرائیل هست و دوم اینکه هم اسرائیل هم فلسطینی‌ها رو قانع کنه که مجدداً به پای میز مذاکره بشینن. هدف سومش مذاکره در رابطه با به اصطلاح خشونت‌ها در سوریه و ناآرامی‌ها در مصر هست و هدف چهارم بیشتر در مورد با ایران تغییر خط قرمزی که آقای نتانیاهو در سال 2011 در سازمان ملل ترسیم کردن، گفتن بهار 2013 خط قرمزی است. موضع آمریکا این که به خصوص مصاحبه‌ای که آقای اوباما داشتن با تلویزیون اسرائیلی گفتن بیش از 1 سال ایران زمان میبره تا بمب اتم دستیابی کنه و به اصطلاح زمان دادن بیشتر برای تلاش‌های دیپلماتیک هست و این بیشتر 4 هدفی است که آقای اوباما در اسرائیل دنبال میکنن. پرزیدنت اوباما چند روز پیش همونطور که خودتونم گفتید اظهار داشت که ایران بیش از 1 سال یا حدوداً 1 سال دیگه ممکن هستش که به سلاح اتمی دسترسی داشته باشه. سوال من اینه تلاش‌های آمریکا و دیگر همپیمانان ایالات متحده به منظور جلوگیری از رسیدن ایران به سلاح اتمی تا چه حد میتونه در سطح دیپلماتیک ادامه پیدا بکنه؟ تحلیلگرا معتقدند که نشست بعدی در قزاقستان که برای اپریل 17 و 18 اپریل برنامه‌ریزی شده تقریبا خط پایانی و تصمیم گیری برای اینکه آیا میشه با مذاکرات و برنامه‌های 5 به اضافه 1 میتونن ایران رو قانع کنن که برنامه‌های هسته‌ایش رو بیشتر کنترل کنن یا نه. این رو به نظر میاد که مدت زیادی بیشتر نداریم و تحریم‌ها هم در همین زمان میبینیم برخلاف اون چیزی که آقای صالحی و دولت ایران میگه داره بیشتر میشه و اگر بتونن در نشست بعدی یک مذاکره دیگری رو برنامه‌ریزی کنن، همونجوری که ایران دلش میخواد این مسئله رو به تأخیر بندازه و ادامه بده مذاکرات رو، اگر بتونن موفقیت بزرگیه، وگرنه به نظر میاد نزدیک به پایان مذاکرات دیپلماتیک بین ایران و کشور 5 به اضافه 1 خواهیم شد. سپاسگزار از دکتر مرتضی انواری. به دیگر خبرها و گزارش‌های امشب ما از واشنگتن بینندگان ارجمند توجه فرمایید. به گزارش روزنامه دیلی استار چاپ بیروت، حزب الله لبنان جسد یکی از اعضایش را که در جنگ در سوریه کشته شده بود سحرگاه یکشنبه در منطقه مرجعیون در جنوب لبنان به خاک سپرده است. حزب الله لبنان قبلا جسد اعضایش را که در نبرد در سوریه کشته می‌شدند بدون آنکه اعلام کند در همان کشور دفن می‌کرد. در همین حال 2 ژنرال ارتش سوریه که به اردن پناهنده شدند ضمن مصاحبه با شبکه خبری العربیه پیوستنشان به مخالفان را اعلام کردند. هوشمند میرفخرایی گزارش دارد. الذي انشق برفقة ابنه سرلشکر محمد نور عزالدین خلوف که خود را رئیس هیئت تدارکات و سررشته‌داری ارتش سوریه معرفی کرده و پسر ارشدش که اون نیز سرتیپ نیروی زمینی است از تضعیف روحیه پرسنل نیروهای مسلح خبر داده و میگویند مدت هاست به صورت پنهانی با ارتش آزاد سوریه همکاری داشته و در اولین فرصت به آن پیوستند. الحالی الاسدی
به گفته این مقام‌های آنکارا، تا به حال 49 افسر ارشد سوری به ترکیه پناهنده شده‌اند و با احتساب این دو تعداد ژنرال‌های سوری به 51 تن رسیده است. ارتشی که 2 سال پیش به قول نظامی‌ها استعدادش 220,000 نفر بود، اما بنا به گزارش‌ها تعداد پرسنلش تا کم و بیش 100,000 نفر کاهش یافته است. احتمالاً به همین دلیل احمد بدرالدین حسون مفتی اعظم سوریه که در این تصاویر با لباس روحانیون سنی و در مراسم عید فطر امسال در کنار بشار اسد دیده می شود، هفته گذشته و برای اولین بار از والدین سوری خواست فرزندان ذکورشان را برای پیوستن به نیروهای مسلح و شرکت در نبرد میهنی تشویق کنند. در این میان شلیک به هدف تانکی در دمشق سکنه روستایی حوله در غرب سوریه که از وحشت بمباران هوایی در کوچه و سراسیمه به دنبال سرپناهی می‌گردند، محلی که اوایل تابستان شاهد یکی از هولناکترین قتل عام‌ها در منازعات سوریه بود و تعدادی از ساکنان این دهکده که به جنگنده نیروی هوایی سوریه و بمب رها شده از آن اشاره می‌کنند و اصابت راکت به همان نزدیکی محتویات یکی دیگر از ویدیوهای آماتوری است که فعالان سوری از جنگ داخلی کشورشان تهیه کردند. هوشمند میرفخرایی، صدای آمریکا. کنگره ملی خلق چین رئیس جمهوری و نخست وزیر جدید این کشور را انتخاب کرده است. هر دو مقام جدید چین که رهبری کشور و دولت را در دست گرفتند در سخنرانی‌های روز یکشنبه خود مبارزه با فساد و کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد یک دولت صرفه‌جو را از جمله برنامه‌های اصلی خود اعلام کردند. شی جینگ پینگ رهبر حزب کمونیست چین که به سمت رئیس جمهوری جدید برگزیده شده است، همراه با لی کیچیانگ نخست وزیر جدید این کشور در سخنرانی‌های روز یکشنبه خود در برابر نمایندگان کنگره ملی خلق چین از برنامه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی خود برای اداره کشور طی 10 سال آینده سخن گفتند. انتخاب رهبری جدید چین نشانگر انتقال قدرت از نسل قدیمی‌ها به نسل جدیدی از رهبران این کشور است. نسلی که اولویت خود را کاهش فاصله طبقاتی میان فقیران و ثروتمندان جامعه قرار داده و همچنین بر مبارزه با فساد دولتی و شفاف‌سازی عملکرد دولتیان تأکید می‌کند. کنگره ملی خلق چین پیش از این نیز آقای لی کیچیانگ را به سمت نخست وزیر جدید این کشور برگزید. او پیش از این معاون نخست وزیر چین بود. آقای لی کیچیانگ نخست وزیر جدید برابر 3000 نماینده حاضر در آخرین روز نشست 13 روزه کنگره ملی خلق چین بر برنامه‌های آتی دولت تأکید کردند. یک دولت سالم باید بتواند از شخص نخست وزیر آغاز کند. تنها یک فرد درستکار میتواند از دیگران در زمینه درستی عملکردشان پرسش کند. از دیرباز هم اداره دولت یا کسب پول دو راه جداگانه بودند. ما فکر پولسازی را از ذهن بیرون میکنیم و باید نظارت افکار عمومی و رسانه ها را به عملکرد دولت بپذیریم. نخست وزیر جدید چین در زمینه رابطه با آمریکا نیز هر گونه حملات سایبری چینی‌ها به آمریکا را رد کرد و گفت خود چین هدف اصلی حملات سایبری قرار دارد. چین از هکرها پشتیبانی نمی‌کند، زیرا ما مخالف این گونه فعالیت‌ها هستیم. لی کیچیانگ نخست وزیر جدید چین پیش از این معاون نخست وزیر چین بود. او یکی از اعضای با نفوذ دفتر سیاسی حزب کمونیست چین است که از منطقه محروم آنهویی در شرق چین زاده شده است. او نیز فرزند یکی دیگر از رهبران نسل اول انقلاب چین است. هر دو رهبر جدید چین در شرایطی امور کشور را به دست گرفتند که رشد اقتصادی چین دچار وقفه شده و وابستگی شدید اقتصاد چین به بازارهای خارجی یکی دیگر از نگرانی‌های رهبران جدید این کشور به شمار می‌آید. و سرخط خبرها: نخست وزیر جدید چین هر گونه حمله سایبری به آمریکا را رد کرد و گفت چین خود هدف اصلی این حملات قرار دارد.
2 ژنرال ارتش سوریه در آخرین تحولات آن کشور به مخالفان بشار اسد پیوستند. و دولت جدید اسرائیل به رهبری نتانیاهو رسما شکل گرفت. در ادامه همین برنامه خبری گزارشی از روز سنت پاتریک دی را ملاحظه خواهید کرد. راجع پرویز اشرف نخست وزیر پاکستان روز شنبه در پایان دوره 5 ساله دولت خود در یک برنامه تلویزیونی با مردم کشورش بدرود گفت. طبق قانون اساسی پاکستان انتخابات جدید آن کشور در طی 2 ماه آینده برگزار می شود و تا آن زمان دولت موقتی کشور را اداره خواهد کرد. سیاستمداران پاکستان هنوز در مورد کسی که این دولت موقت را رهبری خواهد کرد به توافق نرسیدند. تاکنون 4 نفر برای ریاست این دولت سرپرستی موقت نامزد شدند که 2 تن از آنان قضات دیوان عالی پاکستان هستند. پاپ فرانسیس روز یکشنبه تشریفات و سنت‌های واتیکان را زیر پا گذارد. رهبر جدید کاتولیک‌های جهان پیش از شرکت در مراسم دعای یکشنبه در حضور ساکنان واتیکان در کلیسای سنت آنا با مردم دست داد و کودکان آنان را بوسید. او پس از این مراسم نیز با مردمی که مشتاقانه در انتظارش بودند بار دیگر دست داد. پاپ فرانسیس اول سپس با اتومبیل محوطه کلیسا را ترک کرد تا اولین مراسم عشاء ربانی یکشنبه خود را در حضور صدها هزار نفر در واتیکان برگزار کند. پاپ فرانسیس رهبر جدید کاتولیک‌های جهان برای اولین بار با رسانه‌های جهان نیز دیدار و گفتگو کرد. نخستین مصاحبه مطبوعاتی پاپ فرانسیس گویای تفاوت‌های اساسی وی با رهبران پیشین واتیکان است. هزاران خبرنگار از 81 کشور جهان در تالار پل ششم در واتیکان گرد آمدند تا برای اولین بار سوالهایشان را با پاپ فرانسیس در میان بگذارند و دیدگاه‌های رهبر جدید کاتولیک‌های جهان را جویا شوند. در دیدار روز شنبه پاپ فرانسیس با برخوردی خودمانی و بی تکلف با خبرنگاران روبرو شد و به جای متنی که از پیش آماده کرده بود از احساساتش در لحظه سرنوشت‌ساز انتخابات خود به عنوان پاپ با آنها سخن گفت. پاپ فرانسیس آرژانتینی است ولی خانواده‌اش از ایتالیا به آرژانتین مهاجرت کردند. به همین خاطر وی به زبان ایتالیایی هم تسلط دارد. در جلسه محرمانه نهایی برای انتخاب پاپ جدید، موقعی که 2/3 آرا شمارش شده بود و مشخص شده بود پاپ جدید انتخاب شده، مردم توی میدان سنت پیتر جمع شده بودند و دست می‌زدند. کاردینالی برزیلی منو در آغوش گرفت و بوسید و گفت فقرا رو فراموش نکن. پاپ فرانسیس که نام اصلیش هورهه ماریا برگولیوست وقتی به رهبری کاتولیک‌های جهان انتخاب شد، نام فرانسیس را برای خود برگزید. این نام یادآور قدیس فرانسوی آسیزی است، راهبی که در اوایل قرن 13 میلادی از یک خانواده مرفه و خوشگذران فرانسوی برخاست، اما از خانواده‌اش برید، زندگی فقیرانه‌ای در پیش گرفت و در نقاط دور افتاده پیام‌آور صلح و شادمانی برای فقرا و دردمندان شد. صحبت از فقرا شد. من همیشه به زندگی قدیس فرانسوای آسیزی فکر می‌کردم. موقعی که رأی‌گیری می‌شد به یاد جنگ افتادم. قدیس فرانسوای آسیزی اهل صلح و آرامش بود و اینطوری شد که در قلبم نام فرانسیس رو انتخاب کردم. پاپ فرانسیس بعد از ظهر روز یکشنبه بدون برنامه قبلی دقایقی در کنار یکی از دروازه‌های میدان سنت پیتر حضور یافت. برای مردم دست تکان داد و به آنها لبخند زد و با این کار شور و هیجانی در میان حاضران ایجاد کرد. آرژانتینی‌ها به ویژه از اینکه رهبر جدید کاتولیک‌ها از کشور آنها برخاسته خوشحالند. خیلی خوشحالیم و به پاپ جدید افتخار می‌کنیم. البته اینکه ایشون آرژانتینی هستن در درجه دوم اهمیت قرار داره و ما مطمئنیم که ایشون برای کلیسای کاتولیک و همه دنیا کارهای بزرگی می‌کنه. و یک گردشگر اهل اسپانیا با اطمینان میگوید که پاپ جدید منشأ تحول
در کلیساهای کاتولیک خواهد شد. اون حتما تغییراتی در کلیسا ایجاد میکنه، کلیسا رو به اصل و ریشش و به جایگاه واقعیش برمیگردونه. پوریا نواب، صدای آمریکا. و چند خبر و گزارش از ایران. در ایران انتقادات به لایحه بودجه سال 92 همچنان ادامه دارد، در حالی که مجلس میگوید در بودجه آتی اتکاء به نفت کم نشده. اتاق بازرگانی ایران بر تورمزا بودن بودجه سال آینده تاکید دارد. اجرای قانون بودجه 1392 از اول فروردین ماه مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه یک تبصره به لایحه بودجه سال آینده به منظور تامین نظر شورای نگهبان اضافه کرد. پیشتر شورای نگهبان بودجه 3/12 مجلس برای سال آینده را با بیان اینکه با این بودجه نمیتواند وظایف قانونی خود را در اعمال نظارت بر انتخابات اجرایی کند رد کرد. مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تصویب 170 میلیارد تومان بودجه برای انتخابات خرداد اجرای بودجه 3/12 را برای دولت قانونی کرد، در حالی که غلامرضا تاجگردون نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبر آنلاین بر این موضوع تاکید دارد که اتکا به نفت در بودجه 92 کم نشده است. حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به خبرگزاری ایسنا گفته رویکرد حمایت از تولید ملی در بودجه پیشنهادی دولت برای سال 92 به نظر کافی نیست و حتما باید بندهایی به آن الحاق شود. وی همچنین یادآور شده که احکامی در بودجه 91 هم وجود داشت که محقق نشد. در این میان اسدالله عسکرولادی عضو اتاق بازرگانی ایران در تمام سالهای بعد از انقلاب نیز روز یکشنبه با انتقاد از بودجه 92 گفته بعید می‌داند که تسهیلات خاصی برای بخش تولید در سال آینده در نظر گرفته باشند. وی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بودجه بخش عمران را بسیار ضعیف، بودجه برای حوزه تجارت را ناعادلانه و بی‌توجه به بخش خصوصی توصیف کرده. به گفته آقای عسکرولادی بودجه سال آینده تورمزاست و نیاز به اصلاحات زیادی دارد. وفا زرباهاری، صدای آمریکا. 3 روز مانده به پایان سال 1391 محمد حسن طریقت منفرد وزیر پیشنهادی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توانست با رأی ضعیف از مجلس شورای اسلامی رأی اعتماد کسب کند. منتقدان او را به ضعف علمی، سوء مدیریت و تندخویی متهم کردند. با رأی امروز آقای طریقت منفرد در 4 ماه آینده وزیر بهداشت خواهد بود. آرش سیگارچی گزارشی تهیه کرده است. در روزی که مجلس آرام بود و حضور محمود احمدی نژاد در بهارستان حاشیه‌ای نداشت، نمایندگان به وزیر پیشنهادی او برای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رأی دادند. البته برعکس این توصیه احمدی نژاد. با رأی بالا انشالله آقای طریقت بتونن طرح‌ها رو در حوزه بهداشت و درمان دنبال بکنن. با اینکه رئیس دولت انتظار آرای بالایی برای وزیر پیشنهادی خود داشت، اما کسب رأی اعتماد امروز چندان هم راحت نبود. تو ساعت 10 شما تو جلسه این، بعد از جلسه شما که ما رو ول نمی‌کنیم. عملکرد محمد حسن طریقت منفرد در همین مدت کوتاه سرپرستی او بر وزارتخانه بهداشت انتقاداتی را به همراه داشت. الان آقای رئیس جمهور فرمودن ایشون اهل پژوهش هست. ما یه مقاله پژوهشی ازشون ندیدیم. محمد حسن طریقت منفرد، پزشک و متخصص جراحی چشم، دی ماه امسال جایگزین مرضیه وحید دستچردی شد. بعد از اختلاف دولت و مجلس، خانم دستچردی از یکی از برادران لاریجانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران حمایت کرد و به همین دلیل از سوی احمدی نژاد برکنار شد. محمود احمدی نژاد معمولا با هر کس که نتواند کار کند او را سریع برکنار می‌کند، حتی بدون رعایت عرف جاری. مثلا عزل منوچهر متکی وزیر امور خارجه سابق زمانی صورت گرفت که او در مأموریتی به سنگال رفته بود. عملکرد 3 ماهه طریقت منفرد با انتقادات زیادی روبرو شده. ضعف علمی و پژوهشی، سوء مدیریت
تندخویی و بی‌توجهی به منافع عمومی. اینها اتهاماتی است که امروز از سوی منتقدان به وزیر پیشنهادی در مجلس ایراد شد. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه امروز گفت که در دوران ریاست طریقت منفرد بر بیمارستان امام حسین این مرکز درمانی از نظر مالی ورشکست شد. عوض حیدرپور نماینده شهرضا هم ایراد گرفت که تغییرات مدیریتی 3 ماهه در دوره سرپرستی طریقت منفرد به اندازه 3 وزیر سابق در 12 سال قبل بود. همه این انتقادات اما موجب نشد که محمد حسن طریقت منفرد از وزارت باز بماند. او از 224 رأی 113 رأی کسب کرد. این یعنی اگر 1 رأی کم داشت وزیر نمیشد. حالا او مانده است و همین 4 ماه باقی ماندگی وزارت. آرش سیگارچی، صدای آمریکا. در هند پلیس آن کشور میگوید 4 مظنون به تجاوز گروهی به یک زن سوئیسی به زودی بازداشت میشوند. به گفته پلیس هند این زن روز جمعه به همراه شوهرش در جنگل‌های ایالت مادیا پرادش در مرکز هند مورد حمله قرار گرفت. پلیس گفته که دست کم 7 نفر در آزار جنسی به این زن سوئیسی شرکت داشتند. حمله به این زن سوئیسی در هند در حالی اتفاق افتاده که آن کشور در ماه‌های گذشته شاهد موجی از اعتراضها به مرگ یک دختر 23 ساله بر اثر ضرب و شتم و تجاوز گروهی بود. تاکنون 6 تن از مظنونان این واقعه در زندان دست به خودکشی زدند. امروز سیدنی استرالیا صحنه رژه‌ای بود که مردم با در دست داشتن پرچم ایرلند در آن شرکت داشتند. سن پاتریک قدیس ایرلند نقش عمده‌ای در ترویج مسیحیت در ایرلند داشت و گفته می شود او در 17 مارس و در حدود سال 461 بعد از میلاد مسیح فوت کرده است. بینندگان ارجمند، به پایان این بخش خبری رسیدیم. خبرهای بیشتر رو از وبسایت ما دنبال کنید. همینطور آرشیو برنامه ها رو هم میتونید روی وبسایت ما تماشا کنید. برنامه های صدای آمریکا همچنان ادامه دارد. تا دوشنبه ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران شب خوش. صدای آمریکاست. Right here.